بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و در دایره اعلان گردیدن سال 2026 سال وسعت دادن کارهای آبادانی، سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت معرکه نهالشینانی و آبادانی ادامه دارند. با مقصد در عمل تطبیق نمودن دستور سفارش‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت جهت وسعت دادن تدبیرهای سرسبزگردانی در شهر گلستان معرکه نهالشینانی برگزار شد. در این چاره‌بینی رهبریت و کارمندان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر گلستان، بخش حفظ محیط زیست، خواجگی منزلی و کمونالی و کارمندان دیگر تشکیلات و مؤسسه‌ها اشتراک نموده برای آبادانی و سرسبزی شهر سهم گذاشتند. در شفت راه‌های تشریفاتی و باغ و گلگشت‌های شهر نهال‌های درختان همیشه سبز و آرایشی از قبیل صنوبر الدوری، صنوبر قریمی، اکاسیا و گل صدبرگ شنانیده شد. در شهر گلستان با مقصد سزاوار پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 معرکه شنانیدن نهال‌های همیشه سبز آرایشی با مرام رفته ایستاده است. تا امروز در کوچه‌های تشریفاتی و باغ و گلگشت‌های شهر گلستان 710 بیغ نهال صنوبر الدری، 100 بیغ نهال اکاسیا، 44 بیغ نهال صنوبر قریمی، 10,000 بیغ گلبوته‌های صدبرگ شنانیده شد. در خواجگی منزل کمونال شهر گلستان کارهای کبودیزارکنی نهالشینانی گلکاری با مرام ادامه یافته ایستاده است. بنابر اطلاع متخصص آید به نهالشینانی خواجگی منزلی و کمونالی شهر گلستان غیب‌الله سیدوف، هنگام شنانیدن نهال‌های آرایشی باید به قاعده‌های اگرتکنیکی توجه جدی داده شود تا اینکه نهال‌های شنانیده شده سرسبز شوند. از جمله هنگام کندن نهال‌ها از نهالخانه باید توجه مخصوص داده شود و هنگام شنانیدن به خاک نوری‌های مینرالی اضافه کرده شود. در این صورت سری وقت سبزیدن نهال‌ها کفالت داده می شود. اول اجای میگفتگی همه اروی قاعده کندن دکار ریشه هاش وقتی کوفتگی زدن دکار نه بعدی و کوچانده آورن 4-5 ساعت به شیناندن دکار پیش از شیناندن و ما دوری کرنیوین میگوید اپین میگوید دادن دکار آب سری وقت دادن دکار. در این روز همچنین در درآمدگاه آسایشگاه بهارستان 100 بیغ نهال پولانیا شنانیده شده. از جانب کارمندان خواجگی منزلی و کمونالی بیغ نهال و گلها از پرتوها تازه کرده شدند. بنابر اطلاع مسئولین خواجگی منزلی و کمونالی در شهر گلستان تا آخر موسم نهال شنانی باز 1200 بیغ سسنه الدوری، بیش از 1500 بیغ سفیدار، 20,000 بیغ گل صدبرگ، 4000 بیغ گلهای موسمی و دیگر نهالهای آرایشی شنانیده می شوند.